مسجد سهله، یا بهتر بگویم خانه امام زمان در زمان ظهور. اینجا عبادتگاه چندین تن از پیامبران مانند حضرت ابراهیم، حضرت خضر، حضرت ادریس و همینطور چندین تن از ائمه شیعیان مانند امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام بوده است. مسجد سهله کجاست؟ مکان مسجد سهله در شرق شهر نجف اشرف یا همان شهر کوفه قدیم قرار دارد. این مسجد در حدود 10 کیلومتری شمال شرقی حرم مطهر امام علی علیه السلام